بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله امروز درسی 54 ماست. در این درس ما از این باب ادامه میدیم. باب ما یفسد الصوم من غیر کفارة. بابی آن چیزهایی که روزه را میشکنند اما کفاره را واجب نمیسازند. مؤلف میگوید و هو 57 شیئا، یعنی که در این باب 50 یعنی 50 57 چیز هست. 57 مسئله را در بر میگیرد این باب. خب پیش از آن که آغاز کنیم، در باب گذشته ما آموختیم که بعضی عمل ها هم قضا و هم کفاره را واجب میکند. البته وقتی که ما میگوییم قضا یعنی که روزه را میشکند، قضا کردن را حتمی میسازد، واجب میسازد و این ادا کردن کفاره را هم واجب میکند. در باب قبلی ما از همان چیزها گذشته بودیم، اما اینجا مؤلف مسائلی را میآورد که روزه را میشکند، یفسد الصوم یعنی روزه را فاسد میکند، ولی کفاره ندارد، کفاره را لازم نمیسازد. و سبب این چیست؟ سبب این باب یا سبب لازم نساختن کفاره یکی از این چیزها می باشد که من حاضر با شما ذکر میکنم، این را قید کنید. اگر درباره خوردن باشد، چیزی خورده شده اصل غذا حساب نمی شود. یعنی اگر چیزی خورده شده اصل غذا یعنی غذای اصلی حساب نشود، در این باب می افتد. ما تحت همین باب می آید که حالا مثال ها رو می بینیم و کفاره را واجب نمی سازد. این سبب یکم هست که به بعضی هایش دخل دارد. دوم سبب این گونه می تواند باشد که یا عملی خوردن یا خودی یعنی خوردن از راه غیر عادی به جوف می رسد، به شکم یا به بطن بگیم، یعنی جوف همون جایی که اگر خوراک به او برسد روزه رو میشکند. از راهی غیر عادی به جوف میرسد همون چیزی خورده شده. یا سوم سبب یا شبهه وجود دارد در همون صحنه. اگر شبهه وجود داشته باشد از نگاه شرعی، کفاره واجب نمیگردد. یا چهارم سبب یا همون شخصی که روزه خود میشکند گویا اختیار کامل نداشت، پورا خودش مختار نبود، خودش انتخاب نکرد، اختیار نکرد، یا مجبور کرده شد یا نیمکالا مثلا، یا همون شبهه هم وجود دارد. و آخران، یعنی این آخرانش نیست، اما از سبب هایی که من به شما ذکر کردم یا این آخرانش می باشد که یا یکی از شرط های کفاره پیدا نمی شود. در باب قبلی من برای شما 7 شرایط رو ذکر کرده بودم تا اینکه کفاره حتما واجب شود، لازم شود. اما گفتم بار تکرار کردم که یکی از این شرایط اگر موجود نباشد یا بیافتد یا پوره نشود، کفاره واجب نمیگردد. پس همون 7 شرط درس قبلی رو هم به نظر بگیرید که مثلا یک دو مثالی که میدیم اگر فراموش کرده باشید، مثلا اگر شخصی از روی فراموشی یکی از عمل‌های یعنی مفطرات رو میکند، یعنی یکی از عمل‌هایی که روزه رو میشکند انجام میدهد، یعنی از روی فراموشی یا اینکه قصدن نمیکند خطااً میشود یا مجبور کرده میشود. این 3 سبب رو من به شما همچون یادداشت بیان کردم، اما پورا کلام کردم، صحبت دربارش گفتم، تفصیلاتش رو در درس قبلی. آغاز میکنیم. اذا اکل الصائم الرز نیا، میگوید یکم چیزی که روزه را فاسد میگرداند ولی کفاره را لازم نمیکند. من تکرار کردن نمیگیرم، تکرار نمیکنم همین جمله فاسد میکند روزه را ولی کفاره را لازم نمیکند، چون که شما الکی باید برای شما فهمو باشد که این باب چی چیزها رو در بر میگیرد. این گونه بهت سخت است همین جمله رو دوباره چندین بار تکرار کردن بعد از هر یک چیزی که در این روی خط میآید. اگر کسی برنج خام را بخورد، برنج خام روزه رو میشکند، یعنی خود خوردن روزه رو میشکند چون که به جوف میرسد، اما و البته که قضا واجب میشود. هر وقتی که من میگویم یا گفته میشود که روزه فاسد میشود، بدانید که وقتی که روزه فاسد شد یعنی که قضا کردن واجب میشود. خب این را تکرار کردن شرط نیست، واضح کردنش بار شرط نیست. باید شما خودتان بفهمین که روزه که فاسد شد باید مخصوصا روزه رمضان باید قضا کرده شود. خب اما کفاره نیست، زیرا آن که این یک حالتی هست که به صورت معمولی غذا استعمال نشده است. در یک صورتی هست که در آن غذا به صورت معمولی یا به صورت عادی
یا به صورت طبیعی بگیم طعام استفاده نشده است. از این سبب در اینجا یک شبهه پیش می آید. از این سبب کفاره واجب نمی شود. چون که آدمی با عقل و آدمی بالغ آیا برنج را ناپخته می خورد؟ یعنی که البته که نه. پس در اینجا یک شبهه پیدا می شود که حقیقتاً آیا همین شخص این را یعنی طعام و خوراک گمان کرده با نیت یعنی شکستن روزه خود آیا تناول کرده است؟ خب از این سبب در اینجا گپی اصلی چیست یا نقطه از همه مهم؟ خام، برنج خام. دوم او عجینا، یا کسی خمیر خام بخورد. البته خمیر وقتی که میگوییم الکی باید فهمو شود، عجین یعنی خمیر، یعنی که یعنی همون نانی که پخته شده نباشد، یعنی خمیری ناپخته در اینجا مراد هست. روزه فاسد می شود، کفاره نیست. چون که یعنی چون چراشت زیاد نمیدرایم، برای که اگر بدرایم یا باید نیم ساعت گپ بزنم یا اینکه باید دسه کلمه بگم که دسه کلمه بعد وقتی که من بخواهم که با دسه کلمه بفهمانم بعد با جایی که واضح شود مسئله شاید با شما بیشتر و بیشتر سوال ها خلق شود یا اینکه با گپی ما با اعتراض پیدا شود. برای همین ما کوشش میکنم که یعنی تماما نفهمانم سبب شه، اما بعضا کمی یعنی مجبور میشم که بفهمانم برای که مسئله واضح شود. خب برای چی در اینجا مثلا خمیر؟ چون که عموما انسان بالغ و عاقل خمیر خام نمیخوره. خودتون میدونین خمیر خام خورده نمیشه. به هر حال برای همین در اینجا یک شبهه پیدا میشه. فراموش نکنین که من یک دسه قاعده های یعنی عمومی یا اینکه سبب های اساسی رو در اینجا برای شما پیش از پیش گفتم که یکمش چی بود؟ چیزی خورده شده اصلی غذا حساب نشود. پس چون که خمیر اصلی خودش غذا نیست یا اینکه به طریقی تناول شد خورده شد که غیر معمولی هست، از این سبب در اینجا شبهه پیدا می شود که واجب ساختن کفاره رو ساقط می سازد. خب چون که در شریعت یک قاعده هست وقتی که شبهه پیدا می شود برای جزا یا سزا گرفتن، یعنی همون سزا یا جزا یا گناه یا اینکه حد ساقط می شود. خب سپس میگوید او دقیقاً یا آرد را بخورد، یعنی آردی خشک را بخورد، همون سبب هست. چهارم او ملحا کثیرا دفعتا، این دوتا کلمه اصل هست در اینجا یا بهت مهم هست. یا اینکه ملح یعنی نمک را میخورد، کثیرا یعنی بسیار، نمکی بسیار را بخورد، دفعتا یا دفعتا یعنی یک باره، در یک دم، در یک دفعه. فهمیدین؟ برای چی در اینجا در یک دفعه و یعنی نمکی بسیار آمده است؟ خوب متوجه شوید. در باب گذشته مؤلف چی گفته بود؟ قلیل الملح فی المختار. اگر نمکی کم باشد، یعنی اگر نمکی کمی را بخورد چی می شود؟ روزش میشکند، کفاره واجب می شود. اما در اینجا میگوید که اگر مقدار زیادی را از نمک بخورد، یک باره بخورد، تنها قضا واجب میشه، یعنی روزش میشکند، قضا واجب میشد، اما کفاره نیست. اما شاید در ذهن شما سوال خلق شود که چی باید خیل هست؟ برای چی؟ آیا این خیل باید نباشد که اگر نمکی بسیار بخورد یا زیاد نمک را اگر یعنی چی کند بخورد تناول کند باید که کفاره واجب شود و اگر کم را بخورد باید کفاره واجب نشود؟ آیا این برعکس روشن‌تر نیست یا آیا این برعکس باید نباشد؟ ببینید که چقدر فقها یعنی مغز کلان دارند و مسائل را از جهت فطرتی حتی انسان هم خوب درک کرده میتوانند، یعنی به حد فهمی عمیق دارند، فهمی چقور دارند. چون که مؤلف میفهماند و یعنی شرح کنندگان این کتاب میفهمانند که از فطرت سلیم انسان نسبت به نمک کم هست. انسان وقتی که کم ترک نمک میخورد، مثلا ما در یک دیگه چند تا مثلا یک قاشق، 2 قاشق، 3 قاشق مثلا نمک میاندازیم. او هم قاشقچه خیلی وابسته به چند قدری که انسان و خود انسان وقتی که مثلا یک آلوچه را یا یک دالوچه را یا یک غوره را وقتی که میخورد در چند قدر نمک تر میکند.
شاید یک کمک نمک یعنی بخورد در یک وقت. پس از فطرت انسان نمک کم خوردن هست. پس وقتی که انسان نمک کم رو میخورد یعنی که ما میفهمیم که این شخص قصدن، یعنی اگر البته بگوید که من یعنی قصدن، البته اگر خودش بگوید که من فراموش نکرده بودم و غیره، اما اگر فراموش نکرده باشد تمام شرایط کفاره پوره شده باشد اما انسان خودش قصدن کم میخورد یا زیاد کم میخورد. پس وقتی که انسان کم نمک خورد در وقتی روزه‌داری کفاره واجب میگردد. اما وقتی که انسان در یک دم مثلا یک بکال یا یک پیوله نمک اگر در دهنش بکنه یا اینکه مثلا خیلی کمتر هم اگر بگویم در یک دفعه بخوره، در یک دفعه ببینه، در یک بار در یک دم اگر بخورد، در اینجا سوال خلق می شود، شبهه می شود که آیا در همون لحظه از عقلت بیرون بودی؟ آیا در یکان بیماری گرفتار شدگی؟ آیا نخست یعنی کردی این کار را؟ ببینید شبهه پیدا می شود. برای همین است که در این وقت در این مسئله اگر کسی نمک بسیاری را در یک دم بخورد این غیر عادی هست، این از فطرت سلیم انسان نیست. پس از سبب شبهه کفاره برایش واجب نمیگرده. کی کفاره به مانند یک چی است؟ یک سزا هست که باید یعنی این سزا رو ببیند برای جبران کردنی چی؟ روزه خود. خب پنجمش هست او طین غیر ارمنی لم یعتد اکله، یا گیلی غیر ارمنی را بخورد. خب لم یعتد اکله که مردم عادتا نمیخورند. درباره گیل من در درس قبلی بهت گفتم که این وابسته به همون عرفی همون زمانه هم هست، به همون مردم هست. این مهم، اصلا نقطه مهم برای که نسبت به گیل هست یا خاک هست این است که اگر مردم عادت خوردن همون نوع خاک را داشته باشند پس روزه میشکند، کفاره واجب میگردد. اما اگر کسی گیل را یا خاک را بخورد که ارمنی نباشد یا اینکه مردم عادت خوردن او را نداشته باشند پس در این حالت روزش میشکند چون که به جوفش چیزی رسید اما کفاره واجب نمیگردد. ششم میگوید او نواتن، یا اینکه دانه را یعنی مثلا دانه میوگی را بخورد و مانندی مثلا دانه خرما یا دانه زردالو، روزه میشکند اما کفاره واجب نمیگردد. اهمیت بدهید، دقت کنید که چقدر در هر یک مسئله در هر یک صحنه نو به قاعده های اساسی که من در اولی درس گفتم به همون برمیگردد که یا خودی همون چیز خوراک نیست یا به طور خوراک خورده نمی شود بلکه انسان از او دوری می جوید یا اینکه به یک طور غیر معمولی خوراک خورده می شود. پس ما تحت تمام این صحنه ها چیست؟ یک شبهه پیدا می شود. شبهه وقتی که پیدا شود از طرف شریعت جزا داده نمی شود، سزا داده نمی شود. یک قاعده فقهی وجود دارد که البته در این باب اونقدر دخل ندارد، مخصوصتر برای باب حدود می باشد، حدود شرعی، اما در اینجا هم تا یک درجه تطبیق می شود. قاعده فقهی چنین هست: الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات. خب معنای این مثلا چنین می باشد به زبان تاجیکی که حدود یعنی حدود شرعی با وجود شبهه ها برداشته می شود. یا اینکه مثلا گفتم روشن‌تر اگر بگویم هر گاهی که در مسئله شبهه یا ناروشنی وجود داشته باشد جزای حدود تطبیق کرده نمی شود. جزاهای حدود به سبب شبهه ها دفع کرده می شود یا اینکه ساقط می گردد. گرچند که این یعنی پرینسیپی که من به شما گفتم، قاعده‌ای که برای شما گفتم این زیادتر دخل دارد به باب قصاص و باب حدود، یعنی حد قذف و حد شرب الخمر و غیره، یعنی حد الزنا و غیره، حد السرقه. اما در اینجا هم کمی دخل دارد چون که اگر شبهه وجود داشته باشد پس کفاره که یک سزاوارین یک عمل هست از نگاه شریعت، از طرف شریعت ساقط کرده می شود. چون که وقتی که در یک شبهه پیدا شود که آیا همین شخص
یعنی عمیق یا اینکه حقیقتا آیا گناهکار هست یا نه، آیا قصداً همین کارو کرده است، آیا در حالتی دانستن و در حالتی عقل داشتن همین کارو کرده است. از این سبب است که شریعت به حد یعنی عدالت دارد. اگر شبهه وجود داشته باشد که این شخص ناخواست این کارو کرد یا اینکه در حالتی نادانی کرد و غیره، پس همون سزای شرعی نرم کرده می شود یا پورا دفع کرده می شود، ساقط می شود. به هر حال این بود طین ارمنی و غیر ارمنی. بعد گفتیم نوات یعنی دانه، قطن یا پخته بخورد. من بار نمیفهمم برای چی و خودتون هم باید بفهمید که وقتی که پخته خورد، وقتی که کاغذ خورد، وقتی که نمک زیادی رو خورد، وقتی که آرد خورد، خمیر خورد، تمام اینها خوراک اصلی نیستند. برای همین شبهه پیدا می شود، کفاره ساقط می شود. سپس می گوید که غیدن این که غدن هم آمدگی است با دل، که غدن یعنی کاغذ. از همین جا است که در زبانی یعنی تاجیکی کلمه کاغذ وجود دارد. یعنی کاغذ وقتی که میگوییم به زبان عربی هم که غدن می آید یا که غیدن، یا کاغذ رو یعنی بخورد. نهم او سفرجلا لم يدرك ولم يطبخ، یا اینکه سفرجل بخورد. سفرجل چیز؟ یعنی بهی، سیب بهی رو اگر بخورد، که در اینجا میگوید لم یدرک و لم یطبخ، یعنی که سیب بهی رو بخورد که هنوز نرسیده باشد. ادرک یدرک نرسیده باشد، پخت و لم یطبخ یا اینکه پخته نشده باشد. خب در اینجا ببینید هدف خودی سیب بهی نیست، چون سیب بهی خودش طعام هست، خورده می شود. اما سیب بهی در اینجا همچنین یک مثال پیش کرده شده هست که وقتی که خام هست کسی او رو نمی خورد. خب اما اگر در یگان منطقه، در بین یگان مردمی اگر سیب بهی غیر پخته شده، غیر رسیده، اگر یک طور غذا هم باشد، پس در این حکمش به مانندی بابی گذشته می شود. مثلا در بین مردمی ما چی هست؟ آلوچه خام، زردآلوی خام، غوره. بله غوره داریم که اینها چی می باشند؟ نوعهای میوگی ناپخته یا خام، اما این هم با مانند یک دلیکسی خورده می شود. یعنی در بین مردم ما از همه یعنی چیزی با مزه ترین نزد ما همین چیزها می باشد. ما می خوریم با نمک، همین خیلی است. یعنی البته شما که در تاجیکستان هستید خوش نصیب هستید که به این چیزها دسترسی دارید. در اینجا یافتن غوره هم قدر مشکل هست. به هر حال یعنی در اینجا هدف چیست؟ میوگی که در حالت خام بودنش تماما خورده نشود، یعنی تماما حتی کسی ذوقی خوردنش رو نکند، یا اینکه پخته نشود، یا اینکه میوگی که در حالت خام بودنش اگر پخته کرده شود خوردنش ممکن شود، اما پخته نشده باشد، نه پخته شده باشد مثلا در دیگ برای ورینی و غیره و اینچنین نرسیده باشد. مسئله رو خوب درک کنید. خب وقتی که ریشه مسئله رو یا پرینسیپ و قاعده مسئله رو اگر شما خوب درک کنید، هیچ وقت سرگم نمیزنید. خب بعضی ها تعجب میکنن که فقه به حد مشکل هست، هر یک مسئله را باید از یاد کنی، هر یک مسئله را باید جدا جدا بفهمی. این خیلی نیست. برای همین است که من با شما کوشش میکنم که از نگاه قاعده درس بدیم. فقه البته که به حد مشکل هست، یعنی خودی علوم شرعی مشکل هست، تمامی دانش مشکل هست اگر کسی کوشش نکند، اما تا حدی غیر امکان بودن نیست. برای فقه اگر پرینسیپ ها، اصول ها، قاعده ها را بفهمی، یعنی مغز سری فقه اگر بفهمی، دانستن این مسائل فروعی یعنی جداگانه و میده کوتاه یعنی مختلفه آسان می شود. برای همین است که پرینسیپ یا مفکوره یا هدفی مسئله، هدفی باب باید فهمیده شود که هدفی ما در این باب چیست. برای همین است که من در اول در این درس و در درس قبلی هم برای شما چند اصول ها و قاعده ها رو فهموندم و بار گفتم که این مثلا 50 تا یا 20 تا مسئله وابسته به این شرط ها هست. این است هدفی ما، این است هدفی همین باب، این است هدفی همین فقه. خب باید ددری کلای اگه لهجوی بگوییم ددری مغزی سری باید فقه و همین باب داخل شوید و بفهمید که این باب و این فقه چگونه فکر کرده ایستاده است، به چه هدف رسیدنی هست مثلا. برای همین است که در اینجا گرچند که 50 تا مسائل باشه چی باشه، اگر 20 تا دیگه هم اگر بیایه یا سوال شوه، ما میتونم که در پیش شما جوابشون بدیم
یا مثلا اگر شما یک دسته سوال کنین ما چه خیلی جواب میتیم اگر من برای همون مسئله پرسیده شده از طرف شما اگر من جواب نخونده باشم. البته از طریق قیاس کردن، از طریق منطق، وقتی که برای من 50 تا مثال آورده شد از امام شورنبولاری و فهمان امام شورنبولاری بفهماند که این مسئله یک مثال، این دیگر مثال، این دیگر مثال تا پیچ بیتیاد بفهماند، ما علاقه باید بفهمم که قاعده در اینجا چی شد و چی هست و اگر 10 تا مسئله نوی دیگر بیاید من چه باید جواب بدم، چه باید بفهمم. خب ادامه میدیم. او جوزتن رطبتن، یا اینکه چون مغزی تر بخورد. خب یعنی چهارمغزی نباشد که پختگی باشد اما تیار نباشد، یا اینکه هدف این نیست که اگر دیاد باشد. سبحان الله در تاجیکستان میده بودیم در بالای درخت چهارمغز میرفتیم و اگر خطا نکنم چهارمغزی تر سبز میباشد، کلوله سبز، باید پوستی سبز پوست کنی بعد درنش همو سختک شه. چهارمغزی سختکی او رو میشکنی قطی سنگ بعد درش مغزی همون خودی چهارمغز هست. اما هدفش همو در اینجا امام شورنبولاری را هدفش چهارمغزی تر وقتی که میگوید پخته شده ترش نیست، بلکه هدفش در اینجا چهارمغزی که حتی وجود نداشته باشد اما مغزش تا حال نرسیده باشد، یعنی تنها پوست باشد، موادی غیر معقول باشد، موادی غیر معقول باشد، نرسیده باشد تا یگان درجه. خب در این حالت اگر کسی همون موادی غیر معقول رو بخورد در همین باب داخل می شود. 11 او ابتلع حصاتا. اکنون از 11 ببینید 11 12 13 14 این 4 تا مسائل با هم دیگر دخل دارن، ربط دارن. میگوید که ابتلع چی معنی دارد؟ باید بدونید ابتلع یعنی که قرط کند، فرو برد، یا اینکه سنگ رو حصاتا سنگ رو فرو برد، سنگریزه. خب سنگ خورد، سنگ رو یا چه میگوین یک کلمه دیگر هم هست سنگریزه خیلی بفکرم، یعنی سنگ خورد اگر فرو برد روزش میشکند اما کفاره نیست. یا حدیدن آهن رو فرو برد بخورد آهن را، او ترابن یا اینکه خاک بخورد، او حجرن یا اینکه سنگ بخورد. در تمام این حالت ها همون یک مسئله هست. 15 او احتقنه. او احتقنه چی معنی دارد؟ حقنه، یعنی داخل کردن دارو از راه مقعد. اگر از راه مقعد دارو داخل کرده شود در اینجا مؤلف میگوید که روزه البته میشکنه چون که به جوف میرسد اما کفاره نیست. و البته قضا کردن واجب میکردد. او استعطا، یا میگوید که دارو به بینی کشیده شود. صعود خب یعنی وقتی که دارو از راه بینی داخل کرده می شود، چون که این به حلق می رسد در این حالت روزش میشکند اما کفاره وجب نمی گردد. خب در این حالت ها ببینید از مقعد روزه میشکند، از بینی روزه میشکند. اما در درس قبلی چی گذاشته بودیم که از چشم ها به جوف راه نیست، از چشمان به جوف راه نیست، به حلق راه نیست، پس یعنی روزه نمیشکند از چشم ها. مثلا اگر کسی داروی چشم اندازد یا سرمه کشد. او اوجر بصب شیء فی حلقه علی الاصحی، یا اینکه چیزی را به درون حلقش کسی بریزد. اوجر یعنی کسی به او عمل کند، کسی صب یعنی پرتاید یا اینکه بریزاند چیزی را در حلقش، یعنی دیگری به مجبوری یا به اختیاری او چیزی را به حلقش داخل کند. طبق قول صحیح روزش میشکند چون که باز هم چیزی به حلقش داخل شد اما کفاره نیست، زیرا اختیاری کامل وجود نداشت در این. 18 او اقطر فی اذنه دهنا، یا به گوشش روغن بچکاند. خب در اینجا ببینید
در 18 و 19 به هم دیگر تعلق دارن. او ما ان فی الاصح یا میگوید که حتی آب هم به گوشش داخل کند طبق قول صحیح، یعنی گویا که حتی اگر کسی دوش بگیرد یا اینکه حمام بگیرد اگر آب به گوشانش داخل شود روزش میگوید که میشکند. اما ببینید در اینجا امام شرنبوللی که هست از علمای معاصر نیست، پس طبق قول متقدمین در اینجا فتوا میدهد یا اینکه مسئله رو بیان میکند. علمای متقدمین، من در این مسئله بار یعنی صحبت کردگی هستم، فهموندگی هستم که بعضا در بعضی مسائل فقهیه بین علمای قدیم و حدیث، یعنی علمای متقدمین قدیمی و معاصر اختلاف می باشد، چون که مسئله خودش بر اساسی طب می باشد و بعضی یعنی در زمانه های قدیم بعضی مسائل طبی به یک نوع فهمیده می شد یا تا یک درجه روشن بود، تحقیق کرده شده بود. اما بعضی علمای یعنی با ترقی علم و تکنولوژی و طب و غیره بعضی مسائل طبی روشن‌تر شده است در زمانه ما، در زمانه یعنی در زمانه حاضر زمان. پس طبق معلومات نوی طبی بعضی مسائل ترقی میکند و فرق میکند و فتواها هم دیگر می شود. پس علمای قدیم گمان میکردن که از گوش به حلق راه هست، اما طب جدید میگوید که از راه گوش تا وقتی که تا دمی که پرده گوش دریدگی نباشد، یعنی سوراخی نداشته باشد، به جوف به حلق راه نیست. برای همین است که در اینجا دو قول هست. اگر خواهید میتوانید که با قول معاصرین عمل کنید، چون که این مسئله به طب وابسته هست و وقتی که مسئله به طب وابسته باشد، هر وقتی که طب ترقی کند یا یک معلوماتی نوی پیدا شود فتوا دیگر می شود. اما از راه احتیاط اگر خواهید که به فتوای قدیم یا علمای قدیم عمل کنید باکی ندارد، اما روشن فکر باشید، یعنی کسی که به یک قول دیگر عمل کند او را نادرست یا باطل نگوید، بفهمید که در این مسئله دو قول وجود دارد. خب پس امام شرنبوللی که هست طبقی فهمیشی علمای قدیم در اینجا فتوا میدهد یا اینکه مسئله را میفهماند، میگوید که کسی که در گوشش روغن یا اینکه آب بچکاند روزش میشکند اما کفاره نیست. اما من به شما میگویم که از نگاه طب معلوم میشود که تا دمی که گوش پردش سوراخ نداشته باشد به حلق چیزی نمیرسد. پس در اینجا دو خیل باید بفهمانیم. اگر در گوش سوراخی باشد، چی روغن باشد چی آب باشد، روزه میشکند. اما اگر در گوش سوراخی نباشد، پرده گوش درست باشد، سالم باشد، پس از گوش به حلق راه وجود ندارد. او داو جائفتن، یا اینکه به سوراخی دوا استعمال کند، دوا اندازد. جائفه در اینجا شکافی یا سوراخی را گفته می شود. خب و در این رابطه دارد این است، این 21. برای همین است که ما تحتش این خیلی در یک طرف آورده می شود. ما تحت همین وقتی که می بینید این رقم ها پایانتر در زیر رقمی پیشتر وقتی که می آید، این یعنی که این مسئله بعدی با مسئله پیشتر رابطه دارد. پس یا اینکه دوا رو بر سوراخی اندازد یا عامتاً بدواء جائفه، یعنی بطن یا شکم اندازد. عامتاً این رو میتوانیم بگوییم یعنی سوراخی که در مغز باشد، در مغز سر، یعنی دوا رو یا اینکه با جائفه بیاندازد، یعنی با یگان سوراخی بدن یا با خودی جوفی بدن بیاندازد. این خیلی تصور کنید که اگر از بیرون بدن شکافی شود یا سوراخی شود که مستقیما به بطن رسد، یا اینکه به بطن یعنی بچه‌دانه اما به شکم رسد، خب جای هضم، یا اینکه سوراخی وجود داشته باشد که به مغز سر برسد، به پرده مغز رسد. میگوید که و از این سوراخی های بدن دوا اندازد و این دوا وصل الى جوفه او دماغه، یا اینکه به جوفش یعنی به همان جای هضم برسد یا اینکه به دماغش برسد. خب در اینجا هم در یکی از این مسائل بین متقدمین و متأخرین فرق هست، اختلاف هست. ببینید علمای قدیم گمان میکردن
که اگر از بیرونی سر اگر شکافی شود به مغز سر، انسان میتواند که همین خیلی دوا را به مغز سرش داخل کند. اما خودتون تصور کنید که آیا همین امکانیت دارد یا نه. شاید امکانیت داشته باشه تا یک درجه، اما دماغ یعنی خودی کله، دماغ، مغز سر جوف معتبر نیست. بین علما اختلاف است، اما در مذهب حنفی طبق قولی مفتابهی، یعنی قولی که انتخاب کرده می شود و تقدیم و ترجیح داده می شود، مغز سر جای جوف نیست، جای خوراک نیست، جای هضم یا جای فایده گیری از خوراک نیست. پس حتی اگر دوای به مغز سر هم داخل کرده شود روزه نمیشکند، طبق قولی متأخرین، یعنی طبق قولی علمای بعدی. اما امام شرنبولانی طبق قولی متقدمین علمان قدیم در اینجا مسئله رو میفهماند. فهمیدید؟ اما چطوری که با شما گفتم، یعنی این استثناءاتی که من میکنم، این توضیحاتی که من میدهم، این از پیش خودم نیست. چندین تا علمای معاصر و مانند مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع العثمانی، یعنی مفتی و غیره، اینها مستقلانه کتاب دارن یا رسائل دارن، رساله ها نوشتگی هستن درباره فرقیتی بعض فتواها بین علمای متقدمین و متأخرین که وابسته به ترقی طب هست. خب انشاءالله در آینده ما اگر وقت شود انشاءالله یک رساله رو میکنیم، شاید پیش از رمضان آینده بکنیم. یک رساله هست برای ضوابط المفطرات، یعنی ضابطه و قاعده های چیزهایی که روزه رو میشکنه. و در اونجا روشن فهماندگی هستن که کدام جوف ها معتبر هستن، کدام راهی داخل کردن به جوف معتبر هست، وصول معتبر، جوف معتبر و چیزهایی که روزه رو میشکنند و اختلاف متقدمین و متأخرین و واضح میگردد. به هر حال 22 و 23 به هم دیگر تعلق دارن. یا اینکه به حلقش باران داخل شود، یعنی دهانی خود را همین قدر کشاید و بالا کند که باران مستقیما به حلقش رسد، به دهانش رسد، این دیگر مسئله هست. اگر باید داشته باشید تا وقتی که قرد کند و به حلقش رسد تا آن وقت روزش نمیشکند. اما اگر مستقیما باران به حلقش رسد، یا 23 میگوید او ثلج فی الاصح، یا حتی برف طبق قول صحیح یا طبق قول صحیح تر یا درستتر، ولم یبتلعه بصنعه، اما او را خودش نخورد. یعنی این گونه تصور کنید که همین خیل باد و هوا میخواهد که بگیرد، دهان خود را میکشاید، یا اینکه همین خیل راه میرود و شمالی زیاد هست، برفی زیاد هست و برف مستقیما به حلقش میچسبد، میدراید. گرچندی که باران و برف به حلقش به جوف معتبر رسید، کفاره برایش واجب نمیگردد، چون که خودش نکرد. اما روزش میشکند؟ بله میشکند، از سببی که چیزی از بیرون به حلقش رسید الکی. خب قضا واجب میگردد. اما بفهمید که این درباره آن نیست که وقتی که برف کم ترک به دهن انسان میرسد. عموما وقتی که ما در زمستان وقتی که میرویم و شمال باشد، برف همین خیلی شاید به لبمون برسد، به زبانمون برسد، به دهنمون بدراید کمکک. اما این به حد یعنی دور هست، این به حد یعنی کم پیش می آید که مستقیما برف به حلق برود. خب تا وقتی که انسان خودش دهنش کلان نکشویه و یعنی به طرف برف نکنه، این خیلی برف به حلق انسان نمیرسد. اما برای تصوری مسئله، برای فهمیدن مسئله از چندین تا طرف این مسئله رو ذکر کرده هست. سپس میگوید او افطر خطأ بسبق ماء المضمضة الى جوفه. خب این رو خوب متوجه شد. میگوید که یا اینکه هنگام مزمزه کردن، یعنی غرغره نه، اما وقتی که آب رو در دهان خود وقتی که دور میدهد، آب به اختیار او به درون می رود. یعنی اگر کسی هنگام مزمزه کردن، یعنی نه اینکه غرغره کردن به حلق بردن، غرغره اجازت نیست چون که آب به حلق می رسد در وقتی روزه گیری. اما در خود دهان آب را دور دادن، این که اجازت هست. اما هنگام کردنش اگر نخواست کمی آب را قرد کند، فرو برد، در این حالت خطا کرد، روزش میشکند، اما کفاره واجب نمیگردد. 25 او افطر مکرها ولو بالجماع. این دخل به مرد دارد، این زیادتر به مرد دخل دارد، یعنی که مرد افطار کند، یعنی که روزش بشکند مکرها،
از سبب مجبور کرده شدن، یعنی مرد مجبور کرده می شود که روزه خود را افطار کند، خواه با جماع هم باشد. یعنی چطوری که من در درس قبلی گفتم که اگر مرد را یکان پادشاه ظالم چی کند، مجبور کند که با زنش یا با کسی جماع کند، اگر جماع نکنی مثلا کشته میشی، در این حالت چی می شود؟ چون که مجبور کرده شد روزش میشکند، قضا واجب میگردد، اما کفاره نیست. 26 به زنها هست. او اکرهت علی الجماعی، یا اینکه زن بر جماع کردن مجبور کرده شود از طرف شوهرش مثلا. خب این دیگر گپ هست که این از جهتی قانونی و غیره چی حکم دارد، این جای من نیست. تنها از جهتی فقهی ما این رو میگوییم که از جهتی فقهی اگر این کار انجام داده شود، شوهر مجبور کند زنش رو و زن مجبور کرده شود، از جهتی روزه ما در اینجا تنها صحبت کرده ایستادیم که روزش چی می شود؟ روزش میشکند، قضا ضروری هست اما کفاره نیست، چون که اختیاری خودش نبود. او افطرت خوفا على نفسها من ان تمرض من الخدمه امتا كانت او منکوحه. ببینید این یک مسئله یعنی جالب هست. میگوید که یا زن روزه خود رو بشکند از سبب خوف، از سبب ترس برای خودش، برای نفسش، برای صحتش، برای اون که برای صحتش میترسد، من ان تمرض من الخدمه، یعنی تو اینکه از سبب خدمت کردن بیمار شود، یعنی این ترس رو دارد که از سبب خدمت کردن بیمار می شود، یعنی از بیمار شدن ترس دارد. خواه امتن یعنی خواه کنیز باشد، خواه زنی آزاد. در این حالت هم خوب خوف داشتی، ترسیدی که بیمار می شوی یا با بیماری نزدیک بودی یا علامت های بیماری به تو یعنی نمایان گردید، روزه خود شکستی، در این حالت خوب روزه شکسته شد یعنی فاسد شد، قضا واجب گردید اما کفاره نیست، چون که در اینجا یک شبهه هست، یک سبب شرعی وجود دارد که انسان یعنی خوف هم باید، یعنی ترس هم باید حقیقی باشه، نه این که همین خلاها سردرد میشم. خوفی باید شدید باشه، در اینجا بیماری اصلی باشد، بیماری حقیقی باشد، بیماری سخت باشد، اینقدر کارش زیاد باشد، اینقدر خدمتش زیاد باشد. 28 او صب احد فی جوفه ماء وهو نائم، یا اینکه کسی در جوفش، در حلقش، در یعنی حلق میتواند باشد، اما در هر جایی که جوفی معتبر حساب میشود که من قبلا به شما گفتگی هستم، آب بریزد در حالتی که او خواب باشد. برای اون که اگر خوب نباشد چی میکرد؟ مثلا میغلید و خود را نگاه نمیکرد یا خود را دور نمیکرد از این کار. اما اگر خوب باشد این فهمو هست که برای چی کفاره با او واجب نمیگرد، چون که با اختیار خودش نبود. نقطه بعدی میگوید او اکل عمدا بعد اکله ناسیا ولو علم الخبر على الاصح. ببینید من در درسی قبلی یک مثال رو اونقدر مثال مطابق رو نداده بودم. من در درس قبلی قسمتی که به همین داخل دارد دوباره تکرار میکنم که روشنی اندازم بین هر دی مسئله های، برای اون که بسیار به هم دیگر مانندی دارند. اما اولا این مسئله رو بفهمید. مؤلف میگوید که اگر کسی عمدن یعنی قصدن اگر بخورد بعد از آن که از روی فراموشی طعام خورده باشد، حتی اگر حدیث رو بفهمد طبقی قولی صحیح تر، این قسمتش ولو علم الخبر، اگر این رو انقدر خوب نفهمید باکی ندارد، اما من باز هم میفهمونم. اصلی مسئله در اینجا هست. پس از آن که از روی فراموشی چیزی رو خورده بود بعداً قصدن بخورد، روزش میشکند اما کفاره نیست. خب مثلا اگر کسی گمان کند که من الکی روزه رو شکستم، پس اکنون میتوانم بخورم، خوب طعام بخورم، پس میخورد، چون که در حدیث آمده است که من نسی و هو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. کسی که در حال روزه فراموش کرده بخورد و بنوشد، روزهش رو ادامه دهد، یعنی باکی نیست، روزهش رو ادامه دهد، به اتمام رساند، زیرا که الله سبحانه و تعالی او را خورانده و نوشانده است.
اما حتی اگر این حدیث را بداند، یعنی بداند که خوردن از روی فراموشی روزه را نمیشکند، اما باز هم برود و قصداً بخورد، روزش میشکند اما کفاره نیست. برای چی کفاره نیست؟ برای آن که در اینجا از جهت قوتی که این حدیث دارد و علمی که این حدیث میبخشد تفصیلات هست. این حدیث که هست حدیثی خبر الواحد حساب می شود و خبر الواحد یعنی نتیجه یقین نمیدهد یا علمی یقین نمیدهد. خب علمی نظری میدهد، یعنی بعد از تحقیق کردن علم انسان میگیرد. اما این قاعده ها رو حالا شاید به شما فهمانه باشد، برای همین من از جهتی فهماندن قوت این دلیل یا علمی که انسان از این حدیث میگیرد من به این یعنی طریق نمیروم، این رو نمیفهمانم، بلکه خود همین مسئله رو میفهمانم. اگر فراموش کند و بخورد، حتی اگر از حدیث واقف باشد بداند و سپس رفته قصداً بخورد، روزش میشکند، قضا واجب میگردد اما کفاره نیست. خب و به همین مسئله مانند این بعدی هست. نقطه سوم، او جامع ناسیا ثم جمع عامدا. اولا از روی فراموش میکند که روزدار هست و جماع میکند، سپس فکر میکند که خب من فراموش کرده الکی کردم، روزم شکست، اکنون میرود و عامدن میکند، یعنی که قصدن میکند، همون نتیجه میشود، یعنی که روزش میشکند، قضا باید بکند اما کفاره نیست. این دو مسئله من اینجا خط میکشم، متوجه شد. این دو مسئله از مسئله باب قبلی فرق میکند. من در آنجا این مثال ها رو ذکر کردم اما این درست نیست. شاید که به شما چی شود، یعنی هر دوی مثال ها رو، هر دوی باب ها رو، فصل ها رو شاید شما الدرش کنید. برای همین من برای شما حاضر واضح کرده ایستادم که این دو مثال در این باب افتاد، نه اینکه در باب قبلی. من برای اون که باب قبلی رو واضح تر سازم این مثال ها رو در آنجا آوردم به فکرم که این مثال ها رو در آنجا گفتم، اما دقیق نیست. پس در اینجا من برای شما وضاحت داده ایستادم، پس خوب متوجه شوید و همون نوشتجاتی که برای درس قبلی داره دوباره رفته ایبار بخونید که هر دوی مسئله ها رو خوب جدا کرده توانید. من این خیلی میروم در باب قبلی پیدا کنیم همون مسئله رو. خب ببینید در باب قبلی چی بود؟ و اکله عمدا بعد غیبت. اگر کسی قصداً بخورد بعد از غیبت کردن یا هجامه گرفتن یا مس یعنی لمس کردن، یعنی لمس کردن زنی خود، یا اینکه با شهوت بوسیدن، یا اینکه یک جای غیلیدن بغیر از انزال، یا اینکه مثلا بروتش رو روغن کند با گمانی که او افطار کرده سپس قصداً بخورد، در این فصل هم روزش میشکند و هم کفاره برایش چی میشود؟ کفاره برایش واجب میگردد. برای چی این فرق برای این عمل ها این نتیجه هست و برای دو عملی که در باب حاضر خوانده ایستادیم دیگر نتیجه هست؟ این رو من جوابش رو به شما دارم اما شما حالا نمیفهمید، چون که جواب این فرقیت وابسته به علمی که از احادیث میگیرید به این هست. و تا حال شما یاد نگرفتگی هستید که مثلا احادیث متواتره چگونه علم به انسان میبخشد، علم یقینی میدهد، یعنی علم بدیهی و اضطراری میدهد، علم ضروری میدهد یعنی علم حتمی میدهد، و اخبار الاحاد که هست علم نظری میدهد و در نظر هم چندین تا مثلا مرحله هست یا قوت هست. برای اون که نوعهای علم نمیدانید و نمیدانید که چگونه یا کدام نوع علم کدام احادیث میبخشد، من به شما این را فهمانده نمیتوانم. حالا همین قدر بفهمید که بعد از غیبت، اگر کسی بعد از غیبت کردن هجامه و غیره اگر این عمل ها پیش آید خب و گمان کند که من از سبب این روزم رو شکستم و اکنون میخورم، اگر بخورد هم روزش میشکند هم کفاره چی میشود؟ واجب میگردد. اما در این باب امروزه که ببینید دوباره میرویم به اینجا، اگر کسی بعد اولا فراموش کرده میخورد یا اینکه فراموش کرده جماع میکند، سپس گمان میکند که خب من فراموش کرده الکی روزم شکستم اکنون میخورم یا اینکه اکنون جماع دوباره میکنم، در این حالت برایش کفاره نیست. خب و این وابسته چطوری گفتم با چندین تا دیگر دلایل هست و چندین تا دیگر اسباب هست. او اکل بعد ما نوى نهارا ولم يبيت نیته. خب یا اینکه روزانه نیت کرد
سپس خورد در حالی که شب نیت نکرده بود. بعدما نوى نهارا، روزانه نیت کرد. ولم یبید نیته، شب نیت خود را نکرده بود و بعد از روزانه نیت کردنش بخورد. این در روزهایی هست که نیتی روزانه در آنها درست می باشد، مثل ادای رمضان. اگر پیش از نصف روز شرعی نیت کرد، بعدا روزه‌اش رو شکست، تنها قضا لازم می شود، کفاره نه. و اگر نمیدانید که برای کدام نوع روزه ها چی طور باید نیت کرده شود یا اینکه آیا تبییت و تعیین شرط است یا نه، در درس‌های قبلی ما اینها رو الکی گذاشتیم. سپس میگوید او اصبح مسافرا فنوى الاقامه ثم اکل، یا روز رو در حال سفر آغاز کرد، بعدا نیت اقامت نمود و بعد از آن خورد. در آغاز روز مسافر بود و اجازه ترک روزه داشت، بعدا مقیم شد. از بس که اول روز از اهل رخصت بود، کفاره بر او واجب نمی شود، تنها قضا لازم هست. سپس 33 او سافر بعد ما اصبح مقیما فاکل، یا روز رو در حال اقامت آغاز کرد سپس سفر کرد. سافر یا سفر کرد بعد از آن که ما اصبح مقیما، بعد از آن که در سحر یعنی که در آغاز روز مقیم بود، فاکل و بعد از آن خورد. این مسئله در کتاب‌های حنفی موجود هست که کسی که صبح در سحر یعنی روز رو آغاز کرد مقیم بود، روزه بر او لازم شد، یعنی که سحری وقتی که آغاز روز وقتی که روز آغاز شود اگر مقیم باشد بر او روزه لازم هست. بعدا در مرور روز سفر کرد، بعدا دیرتر در همون روز سفر کرد، اگر روزه‌اش رو بشکند روزه فاسد می شود و قضا لازم می گردد. اما در این صورتی ذکر شده مؤلف آن را از مواردی شمرده است که کفاره واجب نمی شود بلکه تنها قضا لازم است، برای آنکه عذر سفر در همان روز پیدا شده است. خب تا همین جا این درس امروزه رو میگذاریم و از درسی بعدی از این صحیفه ادامه میدهیم. والله اعلم.